سلام رفقا، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و به یکی دیگه از ویدیوهای این کانال خیلی خوش اومدید. ممنون میشم با لایک، سابسکرایب و کامنت مثل همیشه منو حمایت کنید. فیلم با دو تا دوست به نام کیلا و مدی شروع میشه. بعد از اینکه همدیگر رو ترک میکنن، کیلا صدای جیغ دوستش رو میشنوه. سری میدوه به سمت صدا و میبینه که فردی دوستش رو میدوزه. در همون زمان هم فرد دیگه پیداش میشه و کیلا رو میدوزه. صحنه بعد کیلا رو با چشم خونی میبینیم در حالی که شخصی داشت روی چشمش عمل جراحی میکرد. مدتی بعد اون توی جعبه‌ای که روش نوشته شده بود دلبر شیش از خواب بیدار میشه. کیلا با صدای آژیری از جعبه خارج میشه و خودش رو وسط یه جنگل میبینه. وقتی که دستش رو به صورتش میزنه متوجه میشه که چشم چپش خونیه. با این حال بلند میشه و با داد و بیداد دنبال دوستش یعنی مدی میگرده. همینطور که توی جنگل داشت گشت میزد اسکلت انسانی رو میبینه و این باعث میشه که بیشتر از اون جنگل بترسه. شروع میکنه به داد زدن بیشتر و کمک خواستن. دو تا دختر از پشت دهنش رو میگیرن و ازش میخوان که ساکت باشه. بعد از اینکه آروم میشه بهش میگن که افرادی ما رو اینجا گیر انداختن و نباید که داد بزنی. شینا و آلیس خودشونو معرفی میکنن و بعد ازش پرسن که تلفن همراه داره یا نه. اونجاست که کیلا یادش میاد به قرصای سرش الان نیاز داره. سری میدوه به سمت تابوتی که داخلش بود اما هیچ چیزی اونجا نبود. همون زمان کیلا دچار سر میشه. تصویری از مردی میبینه که تبر توی دستاشه و توی همون جنگل بود که الان حضور داشت. چند دقیقه‌ای نمیشه و باز به حال خودش برمیگرده. بلند میشه و میبینه که شینا رفته تا کمک بیاره و فقط آلیس بود که اونجا بود. کیلا باز شروع میکنه به صدا کردن مدی که آلیس ازش میخواد که دهنشو ببنده. براش توضیح میده که وضعیتمون مثل یه بازی شکاره و ما الان تومه ایم. اگه اینقدر صدا کنی و اونو ما رو پیدا کنن مطمئن باش که همینجا رهات میکنم و فرار میکنم. بعد از کمی پیاده روی جعبه سیاه دیگه رو با برچسب دیو 6 پیدا میکنن. بهش نزدیک میشن اما میبینن که جعبه خالیه. درست همون زمان مرد نقابدار رو میبینیم که پشت تابوت ایستاده بود. خودشونو قایم میکنن و نقابداره صدایی میشنوه میاد به سمت تابوت. خوشبختانه دخترها رو نمیبینه. آلیس وقتی که مرد پشتش بهشونه با پرتاب چوبی سعی میکنه که حواسش رو پرت کنه تا از طرف دیگه با هم فرار کنن. متاسفانه کیلا باز حمله بهش دست میده و همونجا میفته و بیهوش میشه. آلیس هم وقتی این وضعیت رو میبینه مجبور میشه که به تنهایی فرار کنه. به محض فرار کردنش دیوه متوجهش میشه و میفته دنبالش. کیلا هم در حالی که بیهوش بود از چشم نقابداری که تبر داشت میبینه تبرش رو به سمت آلیس پرت میکنه. تبر به درخت میخوره و آلیس میخواد که تبر رو در بیاره و از خودش دفاع کنه. اما نقابدار قدرتش بیشتر اون بود و به طرز وحشتناک آلیس رو میکشدش. از اون طرف هم کیلا بهوش میاد و با چیزی که دیده بود تصمیم میگیره که از این جنگل فرار کنه. وقتی که به خارج از جنگل میرسه از مرزبندی میخواد خارج بشه که آژیر قرمز رنگ شروع میکنه به زدن. صدای اون آژیر جوری بود که اجازه نمیداد اون از محدوده خارج بشه. حالش که بهتر میشه صدای دختری به نام سالیو میشنوه که داشت میومد به سمتش و ازش کمک میخواست. همون مرد تبردار پشت سالی بود و تبرشو به سمت سالی پرت میکنه. سالی میفته روی زمین اما انگار برای کشتن سالی اون مرد تردید داشت. درست همون زمان مرد نقابدار دیگه کیلا رو میبینه و میاد به سمتش. کیلا میبینه که تبرداره زودتر میره جلوشو میگیره. حالا شاهد درگیری دو تا دیو هستیم که با هم میجنگیدن. کیلا هم از این فرصت استفاده میکنه و میره به سمت سالی تو کمکش کنه. اما همش با خودش درگیر بود که چرا تبردار اومد جلوشو ازش محافظت کرد. اون سالی رو باز برمیگردونه به جنگل تا جای امنی قایمش کنه و بره براش کمک بیاره. دو تا دیو هم در حال مبارزه کردن بودن که نقابدار داس بده از چندین ضربه به سینه تبرداره میزنه و میفته روی زمین. اون میاد به سمت جنگل تا دخترها رو پیدا کنه اما متاسفانه بعد از رفتن کیلا نقابدار رد خون سالی رو دنبال میکنه و جایی که قایم شده بود رو پیدا میکنه. سالیو کشون کشون به سمت درختی میاره و از پشت دستای دختر بیچاره رو از جا میکنه. در همون زمانم که کیلا رفته بود برای کمک با یک نقابدار خوکی روبرو میشه. بعد از کمی مبارزه کردن ناگهان میبینه که سر خوکه منفجر میشه. صدای جیغ سالی هم میشنوه و باز برمیگرده پیش سالی. بعد از کمی جستجو سالیو میبینه که دستاش جدا شده و اونجا جسدش افتاده بود. شروع میکنه به گریه کردن و باز یادش میاد که باید دنبال دوستش بگرده. برای همین هم سوگواریشو تموم میکنه و باز به راهش ادامه میده.
بعد از چند دقیقه پیاده روی ساختمان‌های قدیمی رو می‌بینه و بعد توجهش به سمت نقشه میره که روش یه معدن طلا رو نشون داده بود. کیلا از روی کنجکاوی وارد یکی از اون خونه‌ها میشه و از پشت شیشه یکی از اون نقابدارا رو می‌بینه. ناگهان صدایی از پشت سرش میشنوه و با غمه‌ای که داره سریع برمیگرده. متاسفانه اون یکی از دخترها بود که خودشو توی اون خونه قایم کرده بود و کیلا به اشتباه اون رو میکشدش. همون زمانم شینا و روزی وارد ساختمون میشن و کیلا سعی میکرد که براشون توضیح بده که از امن نبوده. همینجور که شینا و روزی از ترس بهش خیره شده بودن، باز کیلا حمله بهش دست میده و بیهوش میشه. کیلا دوباره مرد نقابدار دیگه رو میبینه که مدیو داخل معدن طلا زندانی کرده بود و داشت ازش محافظت میکرد. کیلا به هوش میاد و میبینه که شینا باز ترکشون کرده و فقط روزی بود که پیشش مونده بود. اون سعی میکنه روزی رو متقاعدش کنه که کشتن اون دختر تصادفی بوده و بهش بفهمونه که آدم بدی نیست. بعد از کمی صحبت کردن روزی بهش اعتماد میکنه و کیلا از مرد نقابداری که نزدیک معدن توی بیهوشیش دیده بهش میگه. روزی هم حرفاشو تایید میکنه و میگه که من دیدم نقابداری که ماسک جغد روی سرش بود از دختری محافظت میکرد. کیلا با شنیدن این حرف دیگه مطمئن میشه که چیزایی که میبینه واقعا حقیقت داره و توهم نیست. ازش میپرسه که تو هم یادته که فردی چشمای ما رو جراحی کرده؟ روزی میگه منم همچین صحنه‌ای رو دیدم و فکر میکردم که توهم زدم. کیلا بعد از کمی فکر کردن به سمت زنی میره که کشته بودش و چشم چپش رو در میاره. روی چشم اون دختر یه دوربین نصب شده بود و انگار که فردی تمام اتفاقات رو از چشم اونو میبینه. درست توی همون زمانم شینا از دست یکی دیگه از نقابدارا فرار میکنه و به ساختمون برمیگرده. با دیدن چشم اون دختر کیلا همه چیزو براش تعریف میکنه و تصمیم میگیره که 3 نفری نقشه بچینن و از این جنگل فرار کنن. با ورود یکی از اون نقابدارا به ساختمون صحبتاشون به نتیجه نمیرسه و سریع هر کدوم یه گوشه قایم میشن. نقابدار روزی رو پیداش میکنه و میکشیدش بیرون تا صورتشو ببینه. از اون طرف هم شینا و کیلا از پشت بهش حمله میکنن و با همکاری هم موفق میشن که نقابدارا رو از خونه بیرونش کنن. کیلا فکرش درگیر میشه که چرا نقابدار حتما میخواد صورت روزی رو ببینه بعد بکشدش. در همون زمانم یاد جعبه سیاه میفته که روش نوشته شده بود دلبر و دیو. اونو به این نتیجه میرسن که هر دیوی یه دلبری داره و باید سر اونو پیداش کنه و ازش محافظت کنه. اگه قبل از اینکه پیداش کنه دلبرش کشته بشه، اون دیو هم نابود میشه. مثل همون نقابدار خوکی که با کشتن سالی سرش منفجر شد. یعنی اینکه اون نقابدار خوکی محافظ سالی بوده. شینا با شنیدن این تئوری فکر ترسناکی به سرش میزنه و حالا برای نجات پیدا کردن خودش میخواد که روزی و کیلا رو بکشه. دخترها به محض اینکه میفهمن شینا چی تو سرش داره سریع اون ساختمون رو ترک میکنن و به ساختمون دیگه ای میرن. کیلا با روزی صحبت میکنه تا با هم کمک کنن تا بتونن مدیو پیدا کنن. برای همینم بعد از بررسی اطراف از پشت ساختمون میخوان خارج بشن. روزی موقع خارج شدنش از اون ساختمون پاش گیر میکنه و نمیتونست که از اون سوراخ خارج بشه. با سر صدایی که ایجاد کرده بودن نقابدار دست به دست پیداش میشه و روزی که نصفش داخل بود نصفش بیرون رو میگیردش. در همون زمانم نقابدار دیگه‌ای پیداش میشه و از دور همشون رو زیر نظر داشت. کیلا از این طرف روزی رو میکشید، نقابدار هم از اون طرف. وقتی که میبینه نمیتونه روزی رو نجات بده ازش میخواد که صورتش رو بپوشونه. سری میدوه به سمت ساختمون و در حالی که نقابدار داشت سعی میکرد صورت روزی رو ببینه کیلا از پشت بهش حمله میکنه. با کمک روزی مرد دست به دست و همونجا نابودش میکنن. توی اون خونه باز میمونن و استراحت میکنن و از پنجره شینا رو میبینن که به سمت نقشه میره. کیلا سریع متوجه میشه که شینا میخواد چیکار کنه. اون مطمئنا دنبال مدیه تا اونو بکشدش. با کشتن مدی میتونه که یکی از دیوار رو نابود کنه. کیلا خودشو بهش میرسونه و سعی میکنه که باهاش صحبت کنه. بهش میگه با کمک هم میتونیم یه راه خروج پیدا کنیم و از این جنگل خارج بشیم. شینا هم به حرفاش توجهی نمیکنه و میخواد که بهش نزدیک بشه و بهش حمله کنه. از اون طرف هم روزی توسط یه مرد نقابدار دیگه دستگیر میشه و با چاقویی دستشو به دیوار میچسبونه. شینا هم در حالی که میخواست به اون حمله کنه از پشت میبینیم که توسط مرد نقابدار تبر به دست کشته میشه. در همون زمانم مرد که به روزی حمله کرده بود میبینی که سرش منفجر میشه. این یعنی که دلبر این دیو شینا بوده که با کشته شدنش این دیو هم نابود شده. نقابدار تبر به دستم اینجا معلوم میشه که محافظ کیلاست. در حالی که داشت بهش نزدیک میشد کیلا رو میبینیم که تبرش رو میگیره و محافظ خودش رو میکشه. اون از روزی که نتونسته بود بیاد کمکش معذرت خواهی میکنه و با هم به سمت معدن طلا میرن. مدتی بعد به جایی میرسن که مدی رو توی بیهوشیش دیده بود. مدی که توی کلبه قایم شده بود با دیدن دوستش خوشحال میشه و همدیگر رو بغل میکنن. درست همون زمانم محافظ مدی یعنی مرد ماسک جغدی ظاهر میشه و با یه داس آروم آروم بهشون نزدیک میشد.
هر سه آماده مبارزه میشن که باز کیلا دچار شوک میشه و همونجا میفته و بیهوش میشه. روزی هم با دیدن مدی و دوستی که بینشون بود حس حسادتش برانگیخته میشه. ترجیح میده مدی رو بکشدش تا از اون دیو خلاص بشه. از پشت گردن مدی رو میزنه و با کشتن مدی اون دیو هم نابود میشه. مدتی بعد کیلا به هوش میاد و با دیدن جسد دوستش تمام امیدش برای فرار کردن رو از دست میده. روزی با خوشحالی بهش میگه که من تو رو نجات دادم، اما با واکنش تند کیلا روبرو میشه. روزی از رفتارهای کیلا عصبانی میشه و بهش میگه که من تمام این کارا برای تو کردم، اما تو منو دوست خودت نمیدونستی و فقط میخواستی که از من استفاده کنی تا به مدی برسی. همینجا دیگه دوستیشون رو به پایان میرسونن و روزی ازش جدا میشه. کیلا هم بعد از سوگواری برای دوستش به سمت منطقه مرزبندی شده میره. اون چشم چپش رو که دستگاه بهش وصل بود و از حدقه در میاره. با این کارش دستگاه اتصال خودش رو از دست میده و فکر میکنه که اون خودکشی کرده و دیگه میتونست از مرزبندی خارج بشه. سیستم اعلام میکنه که کیلا هم کشته شده و فقط روزی بود که برنده مسابقه شده بود. حالا مردی رو داخل خونه میبینیم که داشت تکرارای بازی رو تماشا میکرد. اون صدایی از خونش میشنوه و متوجه میشه که انگار فردی وارد خونش شده. مهاجمه بهش حمله میکنه و با یه شوک برقی اونو بیهوشش میکنه. بعد از اینکه به هوش میاد با دیدن کیلا تعجب میکنه و کیلا ازش میخواد که بقیه سرمایه‌گذارای این بازی هم معرفی کنه. اولش مرد مقاومت میکنه اما با شکنجه‌های کیلا اعتراف میکنه. کیلا با مدی در مورد کارهای بعدیش صحبت میکنه و مرد فکر میکنه که اون دیوونه شده و بهش پیشنهاد پول میده. کیلا هم به حرفاش توجهی نمیکنه و با شکنجه دادن و کشتن اون مرد پیامی رو برای اعضای بازی میفرسته.